درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از بوکس. امروز در تاشکند در ازبکستان قهرمانی آسیا بین نورسان از 15 تا 17 ساله شروع شد. این مسابقه از 1 مای از امروز تا 15 مای طول میکشد و امیدواریم که بوکسیران تاجیک در این قهرمانی آسیا نورسان جایهای نمایان را اشغال میکنند و bayrak تاجیکستان را بلند میبردارند. دوستان، بوکسیرهای تاجیک را نورسان را دستگیری کنید در کامنت ها و دعا کنید که آنها با جایهای نمایان به تاجیکستان برگردند. و امروز هم باشد در دوشنبه گرند سلم شروع شد از 1 مای تا 3 مای و در این گرند سلم هم بهترین جودوکاران جهان جمع می شوند و امیدواریم که تاجیکستان در این گرند سلم در وطن خودمان جایهای نمایان را اشغال میکند و پرچم تاجیکستان را بلند میبردارند. دوستان، در کامنت ها نویسید که در این گرند سلم دوشنبه کدام جودوکاری تاجیک شانس زیاد دارد که جای اول را گیرد و شما مخلصی کدام جودوکاری تاجیک هستید. دعا میکنیم که همه آنها دست بالا شوند و به هر حال بهترین جودوکاران را شما نویسید. فکر من موحیدین اسداللهیف اگر در این گرند سلم دوشنبه جای اول رو گیرد، او در رده‌بندی جهان به فکرم که در وزن 73 جای اول رو اشغال میکند. و دوستان، دستگیری میکنیم جودوکاران تاجیک را و امیدواریم که آنها جای نمایان را اشغال میکنند. و یک خبر خوش دیگر که در امسال ماه دکبر در دوشنبه ماسترز برگزار میگردد. ماسترز این از در رشته جودو قهرمانی المپیک، بعد دوم قهرمانی جهان و سوم قهرمانی ماسترز اوید به جودو. این همون خیلی از گرند سلم و از اینا خیلی چیش برتری دارد و این اولین بار است که در تاجیکستان این ماسترز برگزار میگردد ماه دکبر و این ماسترز در یک سال یک بار برگزار میگردد، مثل قهرمانی جهان، مثل المپیک. و از 18 دکبر تا 20 دکبر 2 روز دوام میدهد و امیدواریم که در این ماسترز بهترین جودوکاران جهان، یکچین های جودوکاران جهان جمع میشوند در دوشنبه و این هم یک برای ورزش تاجیکستان، برای تبلیغات تاجیکستان که در جهان همین خیلی کشور هست، این هم یک بهترین تبلیغات می شود و امیدواریم که در این ماسترز جودوکاران تاجیک جایهای نمایان را اشغال میکنند. و روزی 8 مای هم در هفته آینده در تاشکند ACA برگزار میگردد. در آنجا اعظم وفور و فرید عادلوف و آیت الله مومینوف هم اشتراک میکند و او بر ضد ورزشکاری شکست ناپذیر قرقیز عزت قاچاروف اشتراک میکند و امیدواریم که آیت الله مومینوف در این محاربه در تاشکند دست بالا می شود. دوستان، فکرتان رو نویسید. آیت الله مومینوف شانس دارد که ورزشگری قرقیز را عزت قاچاروف را شکست دهد. و یک خبر بهترین دیگر دوستان، 9 مای 8 مای در تاشکند ACA می شود و 9 مای در لیگای اوپن FC در تایلند در شهر پاتانگ تایلند انیس یعقوبوف با تخلص سنایپر برای کمربند اوپن FC بر ضد ورزشگری امریکایی کالتون کیلباسا می جنگد. دوستان، امیدواریم که انیس یعقوبوف روز 9 مای هفته آینده روز یکشنبه دست بالا می شود و قهرمانی لیگای اوپن FC می شود. این هم یک افتخار برای مردم تاجیک و فکر میکنم که بعدی شاید که در سالهای آینده ما انیس یعقوبوف را در لیگای UFC بینیم، چون که خیلی خوب جنگ میکند و رستور هم خیلی خوب جنگ میکند و آینده اش خیلی جوان است و اگر قهرمانی اوپن FC شود در تایلند، این یک قدم به UFC نزدیک می شود. دوستان، این بودن خبرهای ورزشی. امروز گرند سلم در دوشنبه شروع شد. امروز
قهرمانی آسیا در تاشکند شروع شد برای بوکس و ما ورزشکاران تاجیک را دستگیری میکنیم، دعا میکنیم که آنها هم اشان دست بالا شوند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد. تا امیدی دیدار.